من دوستان عزیز اومدیم امروز توی این ویدیو بهتون آموزش گلد کردن تفنگ‌های مختلف رو نشونتون بدیم. بعد توی ویدیوهای دیگه هم دایموند کردن یا گرفتن لجن یا میتیک تفنگی رو بهتون آموزش میدیم. خب برای گلد کردن تفنگ اول میریم توی بخش جایی که تفنگ اتچمنت می‌ذاریم. یه تفنگی که مثلا یه تفنگی خب که مثلا گلدشو نداریم میریم خب داخل اونجا که رنگ براش می‌کنیم یا همونجا بخش کامل سمت چپ پایین میتونیم بزنیم بریم. خب میتونیم مثلا میبینیم الان من تفنگ گلد اوتلامو ندارم. خب باید خب برای گلد کردن یه قانون داریم، باید همه رنگاشو داشته باشه. مثلا من اینو میخوام این با همه رو داشته باشم، اینم همینجور این و همه. خب اولی میگه باید چیکار کنیم؟ باید 350 تا کیل معمولی، یعنی باید 350 نفر رو بکشیم کوچیک تو مولتی ها مچ. خب بعدی گفته بعد 45 نفر رو خب تو حالت نشسته بزنیم. خب بعدش گفته 120 نفر رو از فاصله دور بزنیم. خب برای اسنایپر برای اسنایپ همه‌شون یه شکل، همه معمولیه، ولی برای گان و صادق خیلی فرق میکنن. این گفته 125 تا کیل، خب 125 تا کیل از فول اتچمنت، یعنی با خریده اتچمنت تفنگ. خب بعدش این گفته 50 تا هدشات بزنیم. خب این هم گفته 60 تا کیل بدون اتچمنت، یعنی هر چی دوست داری رو برداری. خب دیگه این از آموزش امروزم امیدوارم ازش چیزا خوبی یاد گرفته باشید. خب مثلا من الان بیلم رو دارم. خب ویدیوهای دیگه خداحافظ.